آقا میخوام غذا درست کنم. بعضی روزا من غذا درست میکنم، بعضی روزا عزیز دلم. اما غذایی که من درست میکنم با شیوه‌ای که عزیز دلم غذا درست میکنه کاملا متفاوته. من خیلی راحت درست میکنم همه چی رو، ایشون خیلی با جزئیات و دقت فراوان. خب اول اومدم یه در واقع لوبیایی رو از آمازون، نه اینو از ایبی سفارش دادم. از ایبی سفارش دادم، سرچ کردم بزرگترین لوبیای در واقع مارکت، اسمش لیمان. ببین چقدر بزرگی لوبیاه، یعنی از بند انگشت من یه ذره بزرگتر. خب حالا اومدم اینو ریختم توی آب، یکی دو روزم توی آب بود و حسابی رشد کرده. یه توضیح هم برم در مورد این روش تغذیه‌ای که دارم. البته من اصلا از اون سیستمای ویگن و این که مثلا میگن آقا من ویگنم یا مثلا من وجیتریانم یا مثلا خامگیاهخوارم، اینا من اصلا تو اون فضا نیستم. من یه تستی بهم گفت که آقا کربوهیدرات و گوشت و اینا نخور، بنابراین نه برنج میخورم، نه نون میخورم، نه شکر، نه قند، نه نمیدونم وسایل اینجوری. نه اینکه اصلا نخورم و الان چند ماهه که تقریبا اصلا نخورم، ولی مثلا ممکنه بعضی موقع مثلا پیش بیاد بخورم، ولی این چند ماه فکر کنم تقریبا اصلا نخورم. ولی مثلا عسل رو میخورم، بعضی مثلا میگن عسل مثلا جزو اون چیزایی که مال حیوانات و فلان و بهمان و اینا، کلا توی اون فضا نیستم. الانم حالا بعدن که نتایج بزرگتر شد در مورد این شیوه تغذیه و دلایلی که دارم براش اینا بیشتر صحبت میکنم. الانم یه مدتی خیلی حسم میگه که آقا لوبیا بخور، لوبیا، پیاز و سیر و از این چیزا. و لوبیا رو که خیسوندیم، این از این. بعد یه نکته هم من بگم در مورد این دستگاه فوق‌العاده که فکر کنم تو آروی هم این نمونه شو داریم، یا شاید مثل همین باشه که این دستگاه همونی که برنج تو 6 دقیقه میپخت. خیلی راحت انتخاب میکنیم. نه بذار تو، آره میذارم اصلا رو همین. مثلا گوشت رو انتخاب کردم، خودش میتونی حتی اینا رو تنظیم کنی دستی. زمان 30 دقیقه گذاشته، پرشر هم گذاشته رو های پرشر. بعد اینو آن میکنم، این دیگه شروع میکنه. تا وقتی این داره گرم میکنه ما هم شروع میکنیم به اد کردن اون چیزایی که میخوایم. مثلا لوبیا، بعد نمک، نمکی زیاد نره، بعد زردچوبه، بعد هیولای ماداگاسکار، این نمیدونم چیه ولی پیاز و سیر و نمیدونم چی و اینا توشه. نه خب بعد اینم میریزیم، خیلی خوشمزه میکنه غذا رو. بعد فلفل، این شیوه من. حالا اگه عزیز دلم خواست درست کنه میشه یک چیزای خفنی درست میکرد، ایشون خیلی کارش حرفه‌ای تره. بعد پیاز حرفه‌ای، پیاز خیلی آقا به من الهام میشه که
بخور. حالا کلا لورا هم که میدونید خیلی اهل پیازن، داستانشو شنیدید احتمالاً که میگن یارو لوره میره پشت کبابی میبینه یارو نشسته داره کباب میخوره، بعد ولی پیاز نمیخوره، بعد پشت شیشه هی میگه یارو میگه چی میگه، آخر یارو شاکی میشه میاد بیرون میگه چی میگه بابا داریم یه لقمه غذا میخوریم، میگه پیاز بخور، پیاز بخور. این داستان پیاز بخور رو ما الان بهش رسیدیم. ما از اون لورای هستیم که یه ذره دیر رسیدیم به اصل داستان، ولی یعنی یه مدت نمیخوردم اصلا، نه که نخورم، اصلا تو غذا بود میخورم ولی اصلا خیلی درک نمیکردم ارزششو. الان درک میکنم ارزششو و اینکه لورا به همین دلیله که ضد ضربم، چون پیاز میخورم. خلاصه پشه رو برمیداریم میندازیم، بعد پیاز رو خورد میکنیم. پیاز سلعلا هم هستا، سلعلا به مامان همیشه میگفت سلعلا. خب به این شکل چاقوشم چاقوی معمولیه، میوه خوریه البته. اوه بدترین چاقوی ممکن رو برداشتی آره. برای این کار. اشکال نداره. این هم لوری میدیم. البته توی این یارو زودپزه دیگه هر چی بنزین له میشه. حالا خوردم نکردیم سالم هم بندازی خودش لهش میکنه. اما حالا ما برای اینکه یک کمک هم بهش کرده باشیم، این پیاز عاشقتم که حرکت های خفن میزنه. این از پیاز. بعد سیر هم میریزیم. اشان سیر کجا داریم؟ ببین همونجا توی چیز باید پیداش کنی. همونجاست. سیر خرد شده این هم از سیر. بعد سس گوجه. سس گوجه نیست، گوجه و همراه مخلفات. یعنی اینم گوجه و پیاز و اونم چی اینا همه قاطی کردن. اینا خیلی باحاله. اینا خیلی خوشمزه. البته ما انواع و اقسام مختلفش رو گرفتیم. اینو هم خالی میکنیم در بقیه‌اش هم آب میزنیم که کاملا ما که میخوایم آب بریزیم روش، بقیه‌اش رو اینجوری آب پر میکنیم توی این پر آب، درش رو میبندیم. همه چی ساده، اصلا باید تو زندگی همه چی ساده، سریع، راحت، خوشمزه. الان تهمونده اینم استفاده کردیم، میدونیم ساده. این از این. بعد دیگه وادلز دیگه چی میریزیم؟ همینا. همه رو ریختی؟ آره. حالا این زودپزه اصلا آب بخار نمیکنه، همینقدر که آب ریختی همینقدر میمونه. بنابراین نگران نیستی که آب کم بشه و از این صحبت. کل کاری که میکنیم اینه که هم میزنیم. الان دیگه همه چی آماده است. اینو میذاریم خیلی راحت قفل میشود. خب اینو قفل شد. اینم میذاریم روی حالت بخار ازش بیرون نیاد. That's it.
این دیگه شروع میکنه به پختن و غذا آماده میشه. تا غذامون آماده بشه یه توضیح بدم در مورد آشپزخونه‌مون که توی آشپزخونه ما وقتی که اومدیم اینجا خب نه ماشین لباسشویی بود و نه ظرفشویی بود و اینا. ما اینا رو گرفتیم. عزیز دل من یه ایده داد که یه چیزی بندازیم روی اینا بشه حالت میز. یعنی چون اینجا براش تعبیه نشده بود که اینجا یه خونه در واقع وکیشن هوم بهش میگن، یه خونه تفریحی بود که مثلا طرف مثلا آخر هفته یه روز دو روز بیاد و اینا، نیاز به ماشین لباسشویی نبوده. ولی وقتی ما اومدیم دوست داشتیم که همه امکانات باشه. ماشین لباسشویی گرفتیم، ماشین ظرفشویی گرفتیم و اینو گذاشتیم اینجا. باعث شد که اینجا الان یه حالت چیز بشه، یه میزی بشه که همه وسایل هست و اینم یه ایده‌ای بود از عزیز دلم که خیلی کامل کرد. این ماشین لباسشوییه، اینم ماشین خشککنه. در واقع نمیدونم چرا تو ایران نیست واقعا، چون توی امریکا اصلا کسی لباسو پهن نمیکنه. حالا تو ایران به اون ماشین لباسشویی میگن خشککن هم داره، در واقع اون خشککن نیست، اون آب لباسو میگیره، خشکش نمیکنه. این آب لباسو میگیره ولی این یکی خشک میکنه. درش هم اینجوریه که رو هم باز میشه، یعنی این باز میشه اینجا برمی‌داری، اینم به همین سمت میره داخل و خشک میکنه. وقتی که این تموم میشه خشک میکنه همون موقع میپوشیش دیگه. اینجوری نیست که مثلا بندازید روی بند و خشک بشه و اینا. و این باعث میشه که لباسا خیلی سالمتر بمونه چون خیلی کمتر خیس میمونه و الیافش ضربه نمیخوره. کلا امریکا همه بهش میگن درایر، واشر درایر دارن. این ماشین ظرفشویی هم خیلی حرفه‌ایه. وقتی که خودش کارش تمام میشه درشو باز میکنه که اون بخارونه توش نمونه و چیز نشه دیگه، باز به کیفیت بالاش کمک میکنه. دیگه چی میخوام بگیم تا غذا آماده بشه؟ ببین این وسایلا به ترتیبی چیده شده که راحت ترین دسترسی رو داشته باشه. مثلا چون این یه جورای اجاق گاز ماست، این قابلمهه، ما همه غذاها رو توش داریم میپزیم. ما اومدیم یه کاری کردیم که ادویه های لازم کنارش چیده بشه که راحت برداریم بریزیم توش. و این تیکه یعنی دسترسی و کارایی مهمترین چیزه. این تیکه، این کافی میکر، اینم که آب جوش میکنه، اینم کلا وسایل چای و کافی و اینا هست که همه در کنار هم قرار گرفته و همه چیز خوب و مرتبه. عزیزم کلا خیلی آدم منظمیه. حالا مثلا نظم یه چیزیه، مثلا نظم و تمیزی و زیبایی یه چیزیه، بعد کارایی یه چیز مهمتره. من مثلا توی کابینت هم همینجوری یه جیر میچینم که راحت ترین دسترسی رو داشته باشه. مثلا اون چیزایی که مربوط به گاز هست نزدیکترین مسیر اون کابینت رو برای گاز انتخاب میکنم و میچینم توش که مثلا قشنگ چیز باشه. یا مثلا نزدیکترین کابینت رو به یخچال انتخاب میکنم و توش مثلا لیوانا و اینا رو میذارم که مثلا میخوایم آب از یخچال بگیریم و اینا. کلا همیشه به سادگی و به راحتی توجه ویژه‌ای میکنیم. مثلا این گازمونم گاز برقی گرفتیم، اینه که صفحه داره. مثلا از این گازهای گازی که مثلا شعله داره اینا اصلا خوشم نمیاد چون این تمیز کردن سخته. این راحت با دستمال تمیز میشه و خیلی ساده و راحت با برق هم کار میکنه، خیلی ساده و راحت. کلا همه چیز در ساده ترین و راحت ترینش باید انجام بشه. کلا هم یه در واقع وسایل خیلی ساده، جمع و جور، کوچیک. اینم مال مال ادیسونه. جنرال الکتریک همون شرکتی که ادیسون صاحبش بود. اینم یه چیز از این امریکای قدیمی ها، هیولاها. چی؟ اوونه؟ یا اوون. فارسی چی میشه؟ میشه فر. آره. اینایی که میذاری توش کیک میپزی و مرغ میپزی و از این صحبت ها که به عنوان یک نماد در واقع جنس قدیمی امریکایی اینجا هست. و در مورد غذا هم که به شدت راضیم از وقتی که گیاه میخورم، بیشتر میوه و سالاد و اینا میخوام. حتی الان که سالاد دیگه سالادام تموم شد و بیشتر همون
لوبیا و وسایلی که اینجا هست رو میخورم و بسیار بسیار از این شیوه تغذیه راضی ام. البته عزیز دلم یه ذره تنوع غذایش بیشتر از منه، چیزای مختلفی میخوره، ولی من نه. فقط الان مدت هاست که یعنی دو سه ماه شاید بیشتر که فقط گیاه میخورم و به شدت هم راضیم، به شدت هم انرژیم رفته بالا و سلامت و اصلا انرژی مخصوصا در مورد انرژی که اصلا وحشتناک انرژی رفته بالا. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. غذامونم حالا آماده میشه یه مدت دیگه، از اونم وقتی آماده شد فیلم میگیریم و دیگر ببینید اینجا ما همین نیم ساعت پیش بود فکر کنم. راستی آره، همین نیم ساعت پیش بود که فیلم در واقع جلسه سوم روانشناسی ثروت 1 ویراژ جدیدش و این نسخه جدیدش رو ضبط کردیم همینجا و دقیقاً اینجا. آره. این نور رو میزنه، میتونی نور رو روشن کنی ببین چه نور خیره کننده. نور خیره کننده. ببین ساده و راحت. این نوره. موبایلم گذاشته بودیم اینجا. بعد و خب نور رو بزن که کور بابیدی؟ آره کور بابیدم. آره یعنی جلسه بسیار بسیار فوق‌العاده بود در مورد اینکه اصلا باورهامون چطوری کار میکنه، چی میشه که بعضی وارد مدار ثروت میشن، چی میشه که بعضی وارد مدار فقر میشن و بسیار بسیار راضی هستم از این نسخه جدید روانشناسی ثروت 1 که داره آماده میشه. بسیار بسیار راضی هستم، یعنی واقعا اون تجربیات و اون نتایج و اون در واقع اتفاقاتی که بعد از اون دوره روانشناسی ثروت 1 که آماده شد، بعد از اون کسب کردم، همه رو دارم توی این نسخه جدید میگنجونم، صحبت میکنیم با بچه‌ها هم نتایج عالی دارن میگیرن، داستانشون دارن توسط کامنت‌های جلسات مینویسن، همه چیز داره تغییر میکنه. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. و اینم یه نشانه بود که ما بیایم روانشناسی ثروت 1 رو از اول ضبط کنیم که فایل پروژهش گم شده بود و ما مجبور از اول ضبط کنیم، ولی نشانه خیلی خوبی بود. خیلی راضی هستیم، هم من هم عزیزم. خیلی داره بهمون کمک میکنه، به خودمون داره کمک میکنه برای اینکه توی مسیر درست حرکت کنیم. اینم که همون موتور است که من آوردمش. این یکی از شاهکارهای من بود که تنهایی این دوتا موتور رو برداشتم از تمپا آوردم اینجا. گفتم بذارم توی این خونه این زیباییشو ببینیم. کلا از دیدن موتور توی خونه بیشتر از اینکه سوارش میشم لذت میبرم. البته خیلی موتور نرم و خوب و راحتیه، ولی دیدنش راحت تره. حرفه‌ای 1000 سی سی موتور 1000 یاماها و وی استار، چی اسمشه؟ وی استاره و خیلی حرفه‌ای و مشتی و عالی و از دیدنش لذت میبرم، از این زیبایی و این قشنگی و این چمدونا و صندوقای بزرگی که داره، هم این و هم اون و کلی وسیله میشه چی رو باش بری کل دور دنیا رو بگردی. غذامونم داره آماده میشه، انشالله آماده شد در مورد غذام صحبت میکنیم. این یکی موتورمونم، این اسکوترم آوردم، اینم اتفاقا خیلی خوبه. چند وقت پیش سوار شدم رفتم کل این منطقه رو گشتم باش. اینم خیلی خوبه. وسپاهای قدیم بود. آره. اینم وسایل که از آمازون سفارش پکیجای آمازون رسیدن. آره پکیجای آمازون راستی میتونیم اینا هم میتونیم. میخوای بعدا در مورد صحبت کنیم؟ آره کلی پکیج برام اومد که حالا در مورد یه سریاشون عزیز دلم در موردش بعدا باهاتون صحبت میکنم. فقط لوبیا و پیاز و ادویه و هم خوشمزه، هم مقوی و هم ساده، در لحظه درست میشه، هیچ کاری هم نمیخواد و خیلی هم خوشمزه. واقعا خدا رو 100,000 مرتبه شکر. هر چی که ساده است، هر چی که راحته، همون خیلی هم خوب و لذت بخشه.